يا رسول الله وقدوتنا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوال 12 چنین بود: عبدالمطلب بابای پیامبرمان صلی الله علیه و سلم کی وفات کرد؟ هنگامی که پیامبرمان صلی الله علیه و سلم به سن 8 سالگی می رسد، بابایشان عبدالمطلب وفات می کند. چنانه که از درس‌های قبلی به ما معلوم است، بعد از وفات مادری پیامبرمان صلی الله علیه و سلم، بابای آن کس او را به سرپرستی می گیرد و تربیه می کند و این مدت تنها 2 سال دوام کرد و بعد از 2 سال بابایشان هم وفات می کند. عبدالمطلب یک عادتی داشت: در سایه کعبه پسرانش بر او جای درست می کردند و او در آنجا می نشست و در گرد و اطرافش پسرانش می نشستند و به جای عبدالمطلب هیچ کسی نمی شیشت بجز نبیره خردسالش محمد صلی الله علیه و سلم. وقتی که محمد خردسال به جای بابایش می نشست، این عمل به عمک‌هایش ناپسند بود و آنها می خواستند او را از جای عبدالمطلب برخیزانند، ولکن عبدالمطلب به آنها می گفت: گذارید محمد را، به درستی که این آینده ای بزرگی دارد. عبدالمطلب پیامبرمان را صلی الله علیه و سلم همچون فرزند خود تربیه می کرد. سرش را دستمال می کرد و آن عملهایی که به پسرانش می کرد و محمد صلی الله علیه و سلم هم چنین می کرد و او را از بین پسرانش هیچ وقت جدا نمی کرد. چنین بود مهربانی عبدالمطلب بر پیامبر. این مهربانی دیر دوام نکرد و بعد از 2 سال وفات مادرش، بابایش هم وفات می کند و عمکش ابو طالب سرپرستی پیامبر صلی الله علیه و سلم را به دوش می گیرد و مثل فرزندان خودش پیامبر را تربیه می کند. برادر و خواهر عزیزم، از معامله عبدالمطلب و ابو طالب به پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما درس عبرت است، چون امروز بسیاری از مردم مسلمان بعد از یتیم ماندن خویشاوندان خود به آنها نظر نمی کنند. ما الحمدلله مسلمان هستیم و می دانیم چی منزلت و چی درجه دارد تربیه کردن یتیم. پس اگر یتیم از خویشاوندان ما باشد، پس بدانیم که در این کار ما 2 اجر می گیریم: یکم اجر برای تربیه یتیم، دوم اجر برای صله رحم به خویشاوندان. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: من و آن شخصی که یتیم را تربیه می کند در جنت چنین نزدیک هستیم و 2 انگشت خود را اشاره کرده گفتند: مانند این انگشتان. پس برادرم و خواهر عزیزم، از این نعمت خود را محروم مساز. اگر یتیمی را می دانی و اگر این یتیم یکی از خویشاوندان تو باشد، پس حتما تربیه این را بگیر تا در جنت همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم باشی. برادران و خواهران ایمانیم، این بود معلومات مختصری درباره بابای پیامبرمان عبدالمطلب. از این درس ها عبرت بگیریم و در حیات خود عملی نماییم، به مانند سرپرستی یتیم و معامله خوب به خویشاوندان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. لن ندع الغرب يدنسنا، لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول